بسم الله الرحمن الرحیم. داستان حضرت میمونه رضی الله عنه. نامش میمونه و از قبیله قریش بود. سلسله نسبش این است: میمونه بنت حارث بن حزن بن بحیر بن حزم بن روب بن عبدالله بن هلال بن عامر بن سعه بن ماویه بن بکر بن حوازن بن اکرمه. مادرش از قبیله حمیر بود و شجرش این است: هند بنت اوف بن زهیر بن حارث بن حماته بن جرش. نکاح: اول با مسعود بن عمر و بن امیر سقفی نکاح شد، لیکن بنابر علت مجبورا از هم جدا شدند. باز در نکاح ابو رحم بن عبدالعزیز آمد. ابو رحم در سال 7 هجری قمری وفات یافت. مردم کوشیدند که در نکاح آن حضرت بیاید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در ماه ذوالقعده سنه 7 هجری قمری به قصد عمره کردن به سوی مکه معظمه روان شده بودند. در همان حالت احرام به حضرت میمونه رضی الله عنها نکاح شد. حضرت عباس رضی الله عنها متولی و وکیل نکاح شده بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که از عمره فارغ شدند و در مقام صرف که در راه مدینه منوره به فاصله 10 میل از مکه دورتر واقع است رسیدن، غلام آن حضرت صلی الله علیه و سلم ابو رافی حضرت میمونه رضی الله عنه را گرفته در منطقه صرف رسیدند. در همین جا رسم عروسی ادا شد و این آخرین نکاح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود و حضرت میمونه رضی الله عنه آخرین زن پیغمبر علیه السلام است. وفات: این یک اتفاق عجیب است که نکاح حضرت میمونه رضی الله عنه در منطقه صرف صورت گرفت و در همان منطقه صرف وفات هم یافت. حضرت ابن عباس نماز جنازه را داد و در قبر پایان کرد. در کتب صحاح آمده است که وقتی که جنازه برداشته شد حضرت عبدالله بن مسعود فرمود که این همسر رسول صلی الله علیه و سلم است. جنازهش را بسیار تکان شور ندهید، با ادب آهسته ببرید. درباره سال وفات او اگرچه اختلاف است، مگر صحیح تر همین است که در سنه 51 هجری قمری وفات کرده است. فضل و کمال: از حضرت میمونه 46 حدیث مروی است که از بعض آن تفقعه او ظاهر بشود. یک مرتبه حضرت عبدالله بن عباس را با موی پراگنده دید. فرمود که پسرم چرا؟ ابن عباس رضی الله عنها جواب داد که اماره سر مرا شانه می کرد و در این روزها ایام مریضی او است. فرمود چقدر خوب. آن حضرت صلی الله علیه و سلم در دامن ما سر نهاده می خوابید و قرآن می خواند و ما در همین حال می بودیم و در همین حالت ما بوریا را برداشته در مسجد می نهادیم. پسر جان، آیا مریضی ماهوار در دست ها هم می باشد؟ علمایی که از حضرت میمونه رضی الله عنه روایت کرده نام آنها این است: حضرت ابن عباس رضی الله عنها، عبدالله بن شداد بن حاد رضی الله عنها، عبدالرحمن بن صائب، یزید بن رحم، اینها همه خواهرزاده هایش هستند. ابراهیم بن عبدالله بن سعید بن عباس، کریب غلام ابن عباس، عبیده بن سباق، عبیدالله بن عبدالله بن عتبه، عالیه بنت سبی. اخلاق و حالات: حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید انها کانت اتقان الله و اوصلنا للرحم، یعنی میمونه رضی الله عنها بهترین ما بود در تقوا و خوف خدا و در صلح رحمی کردن. هر وقت بجا آوری احکام نبوی در نظرش
می بود. یک بار کنیز او در خانه ابن عباس رفت، دید که بستره خانم او شوهر جدا جدا دور از یکدیگر هموار است. گمان کرد که در بینشان رنجش و خفگی پیدا شده است، لیکن بعد از پرسیدن معلوم شد که حضرت ابن عباس رضی الله عنها در ایام مریضی زنش بستره خود را جدا می کند. آمده به حضرت میمونه رضی الله عنه ذکر کرد. حضرت میمونه رضی الله عنه به او گفت که رفته به ابن عباس رضی الله عنها بگو که از طریقه و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا اینقدر روگردان هستی؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم همیشه بر بستر ما استراحت می نمودند. یک زن مریض شد و نظر گرفت که اگر صحت یافت بیت المقدس رفته نماز خواهد خواند. او صحت یافت و آماده سفر به بیت المقدس شد. وقتی که برای رخصت گرفتن و خداحافظی کردن نزد حضرت میمونه رضی الله عنه آمد، حضرت میمونه رضی الله عنه برایش گفت که تو در همین جا بمان و در مسجد نبوی رفته نماز بخوان، چون که ثواب نماز خواندن در این مسجد نسبت به مساجد دیگر 1000 بار بیشتر است. حضرت میمونه رضی الله عنه بسیار شوق آزاد کردن غلام را داشت. یک کنیز را آزاد کرد. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که خدا تو را اجر آن را بدهد. حضرت میمونه گاه قرض می گرفت. یک بار یک مبلغ کثیر را قرض گرفت. کسی گفت که این قدر قرض را چطور ادا خواهد کردی؟ فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده است که کسی که قصد ادا کردن را داشته باشد، الله تعالی خودش قرض او را ادا می کند. صدق الله العظیم.